که تونستم بدنم رو یهو از یک مدل دیگه تبدیل به یه مدل دیگه بکنم، باعث شد که احساس کنم سرور تو خیلی کارا میتونی انجام بدی. وقتی که تو یه مرحله رو تو زندگیت پشت سر میذاری که واسه خیلی از آدم‌ها سخته شروعش، باعث میشه اعتماد به نفس پیدا کنی و این اعتماد به نفسی که تو وجودت شکل میگیره توی صورتت به وجود میاد، تو نگاهت به وجود میاد، تو راه رفتنت به وجود میاد. وقتی که یک بار یه چیزی رو تو زندگی تغییر بدی، یه چیز مهم که مربوط به خودته، مثل بدنت، مثل یادگیری یک زبان جدید، مثلا موفق شدن توی یک رشته ورزشی، موفق شدن توی یک رشته تحصیلی، وقتی یه چیزی رو میبینی توی خودت تونستی عوضش کنی که خیلی آدما راجبش غر میزنن و نمیتونن عوضش کنن، ناخودآگاه از این پله میای اینجا، یهو لول اپ میشی، میگی اینا تونستم. حالا اتفاق یک بار واسه یه چیز بیفته، دومین بار واسه یه چیز دیگه، سومین بار واسه یه چیز دیگه، هی شخصیتت رو گسترش بدی، یه کتابی بخونی، یه کتابی رو تموم کنی، آروم آروم میره جلو. اینطوری میشه که من چه آدم توانمندیم، هر چیزی که دارم بهش فکر میکنم، دارم براش برنامه‌ریزی میکنم، هر تصمیمی که میگیرم رو دارم انجام میدم. اعتماد به نفس میگیری، امکان نداره اعتماد به نفس نگیری. و وقتی که شروع میکنی به نوشتن، اگه پشت اون نوشتن اون اعتماد به نفس باشه، اون قدرت باشه، تو یک چیزی که تو ذهنت بوده، یه خواسته رو تبدیل میکنی به دستاورد.